سلام. اگر اندروید هستید تو اینترنت بنویسید دانلود اوپن وی پی ان، یه سری سایت ها میاره، میتونید مستقیم هم دانلود کنید. مثل این سایت میرید توش و مستقیم دانلود میکنید. اگر هم دلتون میخواد میتونید از خود گوگل پلی دانلود کنید. اگر دسترسی دارید اینجوری بهتره. اگر هم iOS هستید بنویسید دانلود رو پاک کنید، بنویسید iOS اوپن وی پی ان که از خود سایت app.apple.com میتونید ببینیدش و دانلود کنید. و مستقیم اگر آیفون باشید مستقیم شما رو هدایت میکنه. برنامه رو که باز کنید این شکلیه. دو بخش داره، سمت چپ و راست. ما با بخش آپلود فایل کار داریم. میذاریم رو آپلود فایل و اون کانفیگی که ما بهتون میدیم رو اد میکنید. بعد که کانفیگ اد شه یه اوکی میزنید و بهتون میگه که یوزرنیم و پسورد رو پر کن. یه یوزرنیمی که ما در اختیارتون میدیم رو میزنید و روی سیو پسورد میزنید و اون پسوردی هم که ما بهتون میدیم رو میزنید و بعد روی کانکت میزنید. یک پیام میده میگه میخوای ادامه بدی، میزنی روی ادامه و وصل میشه. تمام.